از اندکترین امکانات یا برخوردار هستند در برابر او دشمنی که تا بدندان مسلح هست. جهاد و مبارزه میکردند، آماده بودند که خود را استشهادی بکنند، قربانی بکنند. امروز الحمدلله اونها دورات را در معسکرات تیر میکنند تا همه دنیا بداند و بفهمد که مردم ما 4.5 دهه هست که از ناامنی، از جنگ اینها رنج میبرند. حفظ این ثبات و امنیت سرتاسری را که در افغانستان آمده، این را ما بر بالای خود، بر ذمه خود فرض و لازم میدانیم. یکی از اهداف دشمنای اسلام همیشه این است که اما انگیزه و اندیشه جهادی را در اذهان و در درون مسلمان ها از بین ببرد، ایجاد ترس در دل دشمنای افغانستان می شود. مجاهدین امارت اسلامی جهاد را علیه اشغالگران و اون عاملان آنها که از او حمایت میکردند آغاز کردند. بعد از 20 سال جهاد و مبارزه و مقاومت و مقابله، اینک الحمدلله نتیجه از او را ما بیشتر از 3 سال است که میبینیم که در افغانستان ما نظام اسلامی مکمل حاکم است و امنیت سرتاسری در افغانستان تأمین است. امروز فرزندان واقعی این سرزمین، امروز اون جوانانی که به خاطر رضای الله 3 سال قبل در برابر اشغال و همپیمانان اشغالگران جهاد و مبارزه میکردند، آماده بودند که خود را استشهادی بکنند، قربانی بکنند. امروز الحمدلله اونها دورات را در معسکرات تیر میکنند تا این که این امنیتی که در افغانستان آمده، این نظام اسلامی که در افغانستان آمده، این را حفظ بکنند. این که بالای تجهیز اردوی ملی اسلامی توجه می شود، این که بالای تعلیم و تدریب جوانان مجاهد در افغانستان، امارت اسلامی افغانستان توجه می کند. هدف و مقصد اصلی و اساسی امروز حفاظت از نظام اسلامی که در افغانستان آمده، ثبات و آرامی و امنیتی که در افغانستان، یعنی امنیت سرتاسری که افغانستان آمده، هدف حفظ این دستاوردها است. از ای که ما همیشه به فکری از این هستیم که یک اردوی مجهز، مسلح و منظمی ما داشته باشیم، هیچ کس چنین یک معنا یا مفهومی را از این نگیرد و اتخاذ نکند که هدف ما خدای ناخواسته ناامنی آوردن در منطقه یا جنگ باشد، بلکه هدف اصلی اساسی ما حفظ ثبات و امنیت در افغانستان است. او ثبات و امنیتی که با قربانی ها، با ریزاندن خونه های بسیار زیادی به دست آمده است. درست است که دشمنای افغانستان به عناوین مختلف کوشش میکنند که چهره مجاهدین امارت اسلامی افغانستان را، چهره حکومت امارت اسلامی افغانستان را، نظام امارت اسلامی افغانستان را برای دنیا و برای جهان شکل دیگری معرفی بکنند. ولی هدف اصلی ما ایره باید همه دنیا بداند و بفهمد که مردم ما 4.5 دهه هست که از ناامنی، از جنگ اینها رنج میبرند. اینجا امنیت نبود. با آمدن امارت اسلامی افغانستان الحمدلله امنیت کامل اینجا آمده. هدف اصلی و اساسی ما، هدف اساسی اردوی اسلامی ملی ما، حفظ ای ثبات، حفظ ای امنیت و حفظ ای نظام، حفاظت از ای نظام اسلامی هست. ما همان طوری که در دوره اشغال
جهاد و مبارزه را علیه اشغال بالای خود فرض و لازم می دانستیم. آماده هر نوع قربانی به خاطر آزادسازی افغانستان و به خاطر آزادی و حریت کاملی مردم و سرزمینمان افغانستان انجام میدادیم. امروز هم ما حفاظت از این نظام اسلامی را و حفظ این ثبات و امنیت سرتاسری را که در افغانستان آمده، این را ما بر بالای خود، بر ذمه خود فرض و لازم میدانیم و بر ما لازم هست که همان طوری که ما در دوره جهاد توجه جدی بالای اعداد و آمادگی و آماده ساختن مجاهدین در برابر کفار و اشغال داشتیم، بر ما امروز هم لازم است که برای حفظ این ثبات و امنیت ما اعداد و آماده ساختن مجاهدین من را بر ذمه خود فرض و لازم بدانیم و فرض و لازم بگردانیم. البته یک امر مسلم هست که در جوامع اسلامی برای جوانان مسلمان، برای مردم مسلمان، این لازم هست که انگیزه و اندیشه جهادی را در ذهنهای خود به طور همیش و مداوم این نگاه بدارند. البته یکی از اهداف دشمنای اسلام هم همیشه ای است که اما انگیزه و اندیشه جهادی را در اذهان و در درون مسلمان ها از بین ببرد و برای مسلمان ها این لازم هست که این اندیشه و این انگیزه را در خود همیشه زنده نگاه بدارند. اگر خدا ناخواسته این انگیزه و این اندیشه در اذهان مسلمان ها از بین برود، باز مرگی تدریجی اسلام و مسلمان ها هم شروع می شود. خب به همین اساس این لازم است که ما این انگیزه و این اندیشه را همیشه در اذهان خود زنده بپرورانیم و این را نگاه بکنیم. این باعث تقویت نظام چی می شود؟ نظام اسلامی می شود، باعث تقویت نظام ما می شود. ما همان طوری که جهاد را چند سال قبل بالای خود فرض می دانستیم که در برابر اشغال ما باید جهاد بکنیم، به خاطر تحکیم نظام اسلامی و آوردن نظام اسلامی در وطن ما جهاد بکنیم، به خاطر حریت و آزادی کامل این سرزمین اسلامی از وجود اشغالگرا ما جهاد و مبارزه و مقابله بکنیم. همان طور ما این را برای خود فرض می دانیم و این هم از جمله جهاد است که ما حفاظت از این نظام اسلامی که امروز در افغانستان حکم فرما است، برای از این ما جد و جهد بکنیم، تلاش بکنیم و کوشش بکنیم. مجاهدین اردوی اسلامی، شما قهرمانانی هستید که مردم و ملت افغانستان بالای شما افتخار میکند. رزمایشات نظامی شماست که ترس و رعب و وحشت در دل دشمن می اندازد که هیچگاه دیگه به خاطر از بین بردن این امنیتی به دست آمده در افغانستان تلاش نمی کند و فکر این را نمی کند که بار دیگه در افغانستان ناامنی را ایجاد بکنند و ناامنی را بیاورند. رزمایشات نظامی شما باعث ایجاد ترس در دل دشمنای افغانستان می شود. پس همه ما با هم همان طوری که دست به دست هم داده بودیم در برابر اشغال که هیچ کس هیچ دنیای ای را فکر نمی کرد که مجاهدینی که با اندکترین امکانات اینا مجهز هستند، از اندکترین امکانات یا برخوردار هستند در برابر او دشمنی که تا بدندان مسلح هست، او دشمنی که دعوای ابرقدرتی را در دنیا داره، در برابر از او پیروز شوانی را هیچ کس فکر نمیکرد.
و برخلاف زعم و فکری همه دنیا الله رب العزت ما و شما را نصرت کرد، کمک کرد، مدد کرد. به مدد و نصرت الله بزرگ به این ما و شما دست یافتیم که در برابر امو دشمن کتاب دندان مسلح است با اندکترین امکانات پیروز شویم. پس ایره به این ما امیدوار هستیم تا ای که در نیتهای ما خدا نخواسته کدام تغییرات نیاید. ما توانمندی ایره داریم که از این نظام اسلامی که در افغانستان امروز حکم فرما است و از این افغانستانی که امروز آزاد و مستقل هست، اداره این مملکت توسط افغانها می شود و امنیت این سرزمین امروز توسط همچون شما جوانان افغان تأمین می شود. ما امروز ولله الحمد والمنه به خاطر تأمین امنیت در وطنمان به هیچ کشور دیگر چشم نمیدوزیم، بلکه چشم ما به طرف شما جوانای وطنمان هست، شما برادران مجاهدمان هست. پس در این ما یقین کامل داریم که شما جوانایی که اون مشکلات ها را پشت سر گذاشتید و در برابر او دشمن تا به دندان مسلح پیروز شدید، امروز این توانمندی را دارید که از وطنتان حفاظت و حراست بکنید، از تمامیت ارضیتان حفاظت و حراست بکنید، از حاکمیت ملی حفاظت و حراست بکنید، از نظام اسلامی حفاظت و حراست بکنید. شما زحمت بکشید و مردم و ملت رنج دیدتان که در 20 سال از جنگ رنج میکشیدند امروز با اطمینان کامل و با آرامش کامل در این سرزمین اسلامی زندگی بکنند.